به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مشتریان و همراهان گرامی. در این بخش میخواستم توضیحاتی رو در رابطه با تنظیمات نرم افزار فرمان دستگاه ریموت خدمتتون عرض کنم. از منوی نرم افزار وارد دستگاه ریموت میشید. در قسمت تنظیمات شما میتونید تغییر رمز دستگاه و اگر شما به عنوان مدیر هستید شماره جدیدی رو به عنوان کاربر دیگه به دستگاه اضافه کنید و زمان رله دوم که اگر نیاز بود توی ویدیوهای بعدی در رابطه با زمان رله دوم خدمتون توضیح میدم. اسم دستگاه، شماره دستگاه و پسورد و اضافه کردن دستگاه. شما تو این مرحله برای اینکه بخواید هر دستگاهی رو اضافه کنید نیاز یه برد دارید، حالا برد کرکره، برد درب اتوماتیک و غیره، که برای هر کدوم از این دستگاه ها یا به اصطلاح ماژول هایی که شما میخواید ازش استفاده کنید به عنوان فرمان باید داخل نرم افزار اسمی براش تعریف کنید. ما اسم این دستگاه رو میذاریم تست 1. شماره‌ای که برای این دستگاه در نظر گرفتیم و رمزی هم که به صورت پیش‌فرض بعدا میتونید خودتون رمز رو تغییر بدید. دستگاه و این رو به دستگاه اضافه میکنیم. دستگاه دومی رو میخوایم اضافه بکنیم و بایستی با یه شماره جدید که سیم کارت اون دستگاهی که الان شما به عنوان کرکره یا درب اتوماتیک میخواید ازش استفاده بکنید، سیم کارت رو داخل خود دستگاه قرار دادید و شماره سیم کارت رو اینجا وارد میکنید. شما الان 2 تا دستگاه اضافه کردید برای فرمان دستگاه تست 1 و دستگاه تست 2. شما دستگاه تست 1 مثال دارم میزنم برای کرکره و دستگاه 2 برای درب اتوماتیک. برای فرمان دادن و موارد دیگه ویدیوهای ما رو دنبال کنید.